میخوره. ننه بلقیس کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ننه بلقیسی که از همسایه‌مون در دوران بچگی این پیرزن لواشک درست میکرد تو سینی بالا پشتمون خشک میکرد. من چند بار حواسم نبود از سر بچگی دست دادم تو اونا خوردم، ولی به خدا الان از کرده خودم نادم و پشیمانم. ارتباطت با یاران جنگل چیه؟ واسه چی رفتی اونجا مدارکو نابود کردی؟ آقا اصلا من مدرک نابود نکردم، من رفتم اونجا مدارکو جمع کنم. حرف مف نزن، رفتی اونجا همه چی رو پاره پوره کردی. اجازه بدید من الان توضیح میدم خدمتتون. ببین این آقا یک اخلالگر نظام بانکی، یک مفسد اقتصادی، همین هوشنگ شرافت بی شرافت. شرافت کیه؟ شرافت دیگه همینا میخانزاده، همین ضد انقلاب، یه بازمانده از دوران ستمشاهی و طاغوت. به خدا آقا تو یه قلم حسابش 20 میلیارد تومن پوله. برادر ما انقلاب نکردیم امثال این ساواکیا. بسه ساکت. ارتباطش چیه با یاران جنگل؟ من رفته بودم همینو کشف کنم که شما مزاحم من شدی. نه خب شما به هر حال وظایف خودتون رو داشتین انجام میدادین. من اتفاقا آدرس این آقای شرافت تو همین اعترافات ذکر کردم. آدرسش به چه درد من میخوره وقتی همه چی از بین بردی؟